اول که خوش آمد میگم به همه و البته مهمان ممنون. عزیزمون. من هم. میشه جان شما لطفاً شروع کن. بله بله حتما. من هم خوش آمد میگم به جناب توسلی عزیز. خوش اومدید. ممنونم از شما. چهارشنبه 18 دسامبر 2024 جفت ارز یورو در برابر دلار رو مورد بررسی قرار میدیم و میخوایم بدونیم که با توجه به نوسانات و پتانسیل که به صورت مولتی تایم فریم قیمت رو بررسی میکنیم در کجای قیمت هستیم. خب با توجه به نوسانات هفته گذشته این رو دیدیم که ساختارهای بیس استراکچر از تایم فریم دیلی تماما فشار قیمت رو به سمت پایین هدایت کردن و در حال حاضر چیزی که از قیمت داریم میبینیم این هستش که یک ساختار فرکتال در واقع به سمت پایین شکسته شده. چیزی که برای ما در اینجا برجسته هستش این هستش که سطح عظیمی از نقدینگی رو در اینجا دیدیم. قیمت در واقع این سطح رو به صورت یک شادوی کندل از مارکت گرفت و بعد پتانسیلی شد برای ریزش نوسانات به سمت پایین و البته در جهت بیس استراکچرمون که ساختار اصلیمون هستش از این تایم فریم در واقع دنبال کردیم. این رو میدونیم که هر بار که ساختار قیمت میشکنه روند بازار برمیگرده. خب برگشت این نوسانات رو داریم میبینیم که در واقع خستگی قیمت رو برای ما نشون میدن. با توجه به اینکه خب ما در این تایم فریم سطحی از سوپلای رو نداریم، در واقع تمامی این سطح های سوپلای اگر بخوایم به صورت کندل سیک بررسی کنیم، خب این سطوح بازدید شدن و عملا قیمت رو در پولبک نوسانات از ساختارهای فرکتال به سمت بالا داریم میبینیم. امکان این هم وجود داره که این مقدار از پولبک با توجه به مولتی تایم فریم بودن بازار برای با مارکت کفایت کنه و البته که خب ما از تایم فریم های پایین تر دیتیل بیشتری رو در این قسمت میتونیم داشته باشیم و خب قیمت رو ببینیم که مجدد با توجه به ساختارهای ماینری که از ساختارهای داخلی در واقع داریم بررسی میکنیم بخواد به سمت پایین و در جهت بیس استراکچرمون به در واقع ریزش خودش ادامه بده. در غیر این صورت خب با توجه به پتانسیلی که قیمت در سر راهش این سطح رو گرفته به صورت نقدینگی و ما یک پاوز قیمتی رو در اینجا دیدیم و قیمت بعدش خب به سمت بالا حرکت کرده، امکان داره این سطح از قیمت برای در واقع قیمت در واقع از سطح نقدینگی کفایت کنه و قیمت بخواد به عقب نشینی بیشتری به سمت بالا و البته با توجه به نواحی دمندی که در سر راه قیمت به وجود میاد به صورت مولتی تایم فریم قیمت رو در عقب نشینی بیشتر و در ایکولیبریوم و تخفیف خورده خودش به سمت بالا تجارت هایی رو داشته باشیم. ولی تنها چیزی که الان در حال حاضر از این تایم فریم داریم مشاهده میکنیم فشار قیمتی هستش که به سمت پایین داریم دنبال میکنیم. خیلی هم عالی، متشکرم از ریپورتی که دادی، گزارشی که دادی. ممنون نکته‌ای از که شما. هست میشه جان دقیقا اینه که ما در سطح دیمند در واقع بازخوردی رو از قیمت نداشتیم و این دیمند هنوز بازدید نشده و خب حالا برخوردی که قیمت به این ناحیه داشته در اصل یک ناحیه میجره و این پولبک بر اساس این سطح از نقدینگی که از سوینگ تایم فریم ویکلی دیده میشه برگشت قیمت رو داره. پس ما تغییر نوسانات اوردر فلو رو داریم میبینیم که در نهایت یک چنج کارکتر رو از تایم فریم دیلی از ساختارهای فرکتال از بالا به پایین به قیمت داده. درسته که ما در ریزش در اصل داریم میبینیم که نواحی سوپلای کاملا سوختن، ولی این تاثیرات قیمت، این که قیمت یواش یواش داره پول بک رو میزنه، امکان داره که تصحیح قیمت رو داشته باشه و فقط کمی به سمت بالا بره. امکان داره که در این سطح دوباره باز هم شروع به ساختن نقدینگی کنه و باز هم بنا به احتمالات زیاد، بنا به تغییر ساختارهای فرکتال از بالا به پایین، ما هنوز تاثیرات نوسانات رو به سمت پایین داشته باشیم. ولی چیزی که به طور کل از این تایم فریم مشخصه دقیقا اینه که
در اصل بیشترین پتانسیل های ما به سمت پایینه. تغییر نوسانات اوردر فلو از پایین به بالا شکل گرفته. پس شد دو تا فکت، یعنی بیشترین پتانسیل ها و تغییر نوسانات اوردر فلو، و بنا به احتمالات ما پول بک نوسانات رو داریم میبینیم و از این تایم فریم برجستگی این چینج کارکتر با توجه به این سویپ فلیپ برای ما ارزشمنده و امکان این رو داره که نوسانات باز هم بخواد به پایین حرکت کنه. در سناریوی ریزش به خیزش اگر این حالت در قیمت شکل بگیره، خب ما دوباره تغییر نوسانات اوردر فلو رو داریم میبینیم. فکت اصلی که ما اینجا تعقیب میکنیم سویپ فلیپیه که از این ناحیه گرفته میشه و بیشترین پتانسیل ها به سمت عقب نشینی قیمت شکل میگیره. ولی در حال حاضر چیزی که دوباره تاکید میکنم از این تایم فریم ریزش قیمته و ما نواحی دمندمون بر اساس ساختارهای میجر داره عکس العمل نشون میده، بر اساس سویپ فلیپ کف داره عکس العمل نشون میده و این چنج کاراکتر امکان داره که با توجه به فکت هایی که تعقیب میکنیم کاملا نرمال باشه و قیمت بخواد بیاد و روی ناحیه دیمند اورجینالمون عکس العمل رو داشته باشه. واضحه؟ بله استاد، متشکرم از شما از نکاتی که منطقی به مطرح نظر کرد. میرسه؟ بله بله استاد، خیلی کاملا منطقی، خوب. پس کاملا بریم توی منطقی. تایم فریم کوچکتر و گزارشت رو لطفاً بده. بله حتما. خب در تایم فریم 4 ساعته هستیم و چیزی که از این تایم فریم مشاهده میکنیم ساختارهای بیس استراکچری هستش که در واقع نوسانات اوردر فلو رو از ساختارهای مستحکم به سمت پایین داریم دنبال میکنیم. چیزی که در قیمت میبینیم، خب ما ساختارهای اینترنال بیس استراکچر رو هم داریم که به سمت بالا نوسانات قیمت رو رفته رفته به سمت بالا هدایت کردن و البته با توجه به اینکه همونطور که در تایم فریم دیلی هم بهش اشاره کردم، خب ما سطحی از نقدینگی رو در اینجا داشتیم. قیمت این سطح رو به عنوان نقدینگی گرفت و البته با توجه به سویپ فلیپی که در اینجا اتفاق افتاد، تغییر نوسانات اوردر فلو رو به صورت ماینر به سمت پایین داریم میبینیم. در حال حاضر خب چیزی که در سر راه قیمت وجود داره این هستش که ریفلکس بر روی یک ناحیه دمندی که قبلا سویپ فلیپ رو برای ما اینجا تشریح میکنه داریم میبینیم و خب یک چینج کارکتر از ناحیه سویپ فلیپ این نوسانات رو به سمت بالا هدایت کرده و امکان این هم وجود داره که این چینج کارکتر برای بازار نرمال باشه و خب با توجه به سویپ ماینری هم که در اینجا به وجود اومده و البته با توجه به اینکه نقدینگی رو ما در اینجا داریم میبینیم و با توجه به بازدید ناحیه دمندی که در سر قیمت داشتیم، امکان این وجود داره که قیمت بخواد عقب نشینی بیشتر رو در جهت ساختارهای بیس استراکچر به سمت پایین داشته باشه. در حال حاضر خب ما یک رنج قیمتی رو میبینیم که عقب نشینی قیمت به یک ناحیه از دمندی که خب عمق نفوذ قیمت رو در این ناحیه میبینیم که خب عملا تولید نقدینگی رو برای ما انجام دادن. پس امکان این هم وجود داره که قیمت بخواد با توجه به افت و خیزهایی که داره خب این قیمت به سمت پایین حرکت کنه و به سمت بیس استراکچر ساختارها رو دنبال کنیم. در غیر این صورت با توجه به ساختارهای در واقع داخلی که داریم متریپ کنیم، جهت قیمت به سمت بالا هستش و خب امکان داره قیمت این نقدینگی رو در اینجا رها کنه و با توجه به ناحیه‌ای که ناحیه میجری که در اینجا ما داریم میبینیم که البته لگ اینجوسمنتی هم نداره، این سطح رو به عنوان نقدینگی از قیمت بگیره و البته پتانسیلی باشه برای عقب نشینی قیمت به سمت پایین و البته جهت بیس استراکچری که در اینجا داریم میبینیم ریفلکس ها و عکس العمل هایی رو داشته باشیم. و تنها نکته ای هم که در اینجا وجود داره این هستش که خب ما از ساختارهای اینترنال بیس استراکچر هنوز کلوز کندلی رو ندیدیم، ولی خب این امکان هم وجود داره که خب این در واقع سطح ریفلکسی بوده باشه که قیمت رو به سمت بالا هدایت کرده و خب
این چنج کارکتر نورمال باشه و البته امکان این هم وجود داره که strong liquidation از مارکت گرفته بشه. تمامی این سطحی که باز هم مجدد این رو قبلا گفتم پتانسیلی باشه برای عقب نشینی قیمت به سمت پایین و در جهت بیس استراکچر با نواحی سپلای ما قیمت رو همراهی کنیم و البته که تجارت‌هایی رو به دنبال داشته باشیم. ممنون میشل جان عزیزم. خواهش میکنم متشکرم، به نکات خیلی ظریفی اشاره کردی. پس من جنبندی میکنم. ما اینترنال بیس ها رو به سمت بالا داریم و البته بیس رو، ساختار اصلی رو همونجور که در ابتدا هم گفتی به سمت پایین داریم. پس در اصل تغییر نوسانات اورد فلو رو به سمت بالا دیدیم بر اساس اینترنال بیس و سویپ قیمت رو دیدیم. ساختارهای ماینر از بالا به پایین در تغییر جهت خودشون رو واضح کردن و کف اینترنال بیس ما سویپ شد. پس وقتی که تمام این زوایا رو کنار هم میذاریم متوجه میشیم که یک، دو و آره دیگه تقریبا سه بار ما ساختارهای فرکتال رو از تایم فریم 4 ساعته دیدیم که به سمت بالا رفت. پس با توجه به توضیحاتی که شما هم فرمودید ما در این زاویه از قیمت با پتانسیل خیزش داریم نوسانات رو تعقیب میکنیم. امکان داره که این نقدینگی در اینجا رها باشه و قیمت باز هم بخواد به سمت بالا حرکت کنه و خب حالا با توجه به نقدینگی ارزشمندی که در اینجا و اینجا قرار داره روی این ناحیه ما ببینیم که نوسانات میاد و هجومی رو داره برای این نقدینگی. این یه سناریو بود که البته شما هم بهش اشاره کردی، اشاره دقیقی بود و در ریزش با توجه به اینکه نوسانات کاملا واضح داره به سمت بالا در تغییر مسیر نشون داده میشه، این سطح از قیمت داره نقدینگیه و امکان داره که در این ناحیه ما عکس العمل ها رو ببینیم که به سمت بالا حرکت میکنه. البته خب کمی دوره، ولی در غیر این صورت مسلما ما شتاب نوسانات رو در پایین میبینیم. پس ذهنمون این رو میدونیم که این کف داره نقدینگیه. چرا؟ چون بر اساس اخبار بود که اینجا یه جوری آتیش گرفت و رفت بالا و از طرفی ناحیه دمندی هم که پایین داریم به صورت اورجینال تعقیبش میکنیم از این فرم دیلی هنوز آزاده و امکان داره که این حال هوا شکل بگیره. پس فکر کنم که اگر که سوالی نداری و به نظر باز هم منطقی میاد بریم توی چند فیلم کوچکتر و این حال هواها رو بهتر کنکاش کنیم. بله حتما استاد، متشکرم از شما بابت نکات. قیمت رو از تایم فریم 15 دقیقه مورد بررسی قرار میدیم. خب با توجه به ساختارهایی که متریک میکنیم، نوسانات اوردر فلو از ساختارهای بیس استراکچر در این تایم فریم به سمت بالا تعقیب نوسانات رو اشاره میکنم و البته که هر بار که ساختار قیمت میشکنه روند بازار برمیگرده. برگشت این نوسانات و ساختارها رو به سمت بالا دیدیم و البته قیمت به یک ناحیه از سویپ فلیپی که از سمت چپ بازار داشتیم خب ریفلکس ها و عکس العمل ها رو به سمت بالا برای ما آشکار کرد. چیزی که در اینجا در سر راه قیمت داریم میبینیم این هستش که قیمت به ناحیه تخفیف خورده خودش یک بار نفوذی رو داشته و البته که با توجه به ساختارهای فرکتال و ساختارهای در واقع اینترنال استراکچری که داریم تعقیب میکنیم ساختار قیمت رو در حال حاضر به سمت پایین داریم میبینیم و البته که مهمترین چیزی که ما از قیمت داریم تعقیب میکنیم ساختارهای بیس استراکچری هستش که در حال حاضر چنج کارکتری رو به بازار نداده و خب ما عمق این نوسانات رو میبینیم که با توجه به تولید نقدینگی که در اینجا در واقع اتفاق افتاده امکان این وجود داره که این سطح از نقدینگی برای مارکت در واقع کفایت کرده باشه و قیمت بخواد با توجه به چنج کارکترهایی که به سمت بالا ایجاد میکنه بخوایم با قیمت با توجه به نواحی دمندی که در سر راه قیمت داره به سمت ساختارهای بیس استراکچر به سمت بالا قیمت رو دنبال کنیم. ولی چیزی هم که پتانسیل ریزشی هم که میتونیم تعقیب کنیم این هستش که خب ما
سطح عظیمی از نقدینگی رو در اینجا می‌بینیم که برای دنیای سوشال خب جذاب هستش و البته که این امکان هم وجود داره که یه چنج کاراکتر به سمت بالا و البته ناحیه سوپلای که در اینجا داشتیم و از سمت چپ بازار یک سویپ فلیپی رو به سمت پایین بعد از اینکه نقدینگی رو کشف کرده تغییر جهتش رو داریم از ساختارهای فرکتال می‌بینیم. ریفلکس ها و عکس العمل ها رو در اینجا ببینیم، ساختار شکنی ها رو ببینیم و خب با توجه به ساختارهایی که داریم متریک میکنیم و البته بازدید از نواحی دمندی که در سر راه قیمت داره قیمت رو به سمت پایین دنبال کنیم. در غیر این صورت این سطح از نقدینگی که در حال حاضر قیمت تولید کرده و ما بعد از اینکه ساختار قیمت شکست روند بازار برمیگرده امکان این وجود داره که این سطح از نقدینگی برای بازار کفایت داشته باشه و قیمت رو بخوایم به سمت بالا و در جهت بیس استراکچر تعقیب کنیم. البته که خب ما ریفلکس ها و عکس العمل ها رو میتونیم بر روی یک ناحیه سوپلای از سویپ فلیپی که در اینجا داریم داشته باشیم، ولی چیزی که برای ما اهمیت داره ساختارهای بیس استراکچری هستش که داریم تعقیب میکنیم. پس با توجه به تمامی زوایایی که در مارکت داریم بررسی و تعقیب میکنیم و آنالیز قیمتی که پیش میریم تمامی جهات رو در واقع در نظر داشته باشیم و البته که به پروسه اعتماد کنیم. فوق‌العاده بود میشل، خیلی خوب پیشرفت کردی، خیلی زوایای فوق‌العاده عالی رو گفتی، فوق‌العاده عالی. لطفا متشکرم سر یوسف چارت رو از باز کنیم. بله حتما. یه مقدار در رابطه با تشریح این در اصل ریزش بیشتر صحبت کنیم. خب ما بله میبینیم که دیوند داره کار میکنه، ولی در این لگ از ساختارهای ماینر این حال هوا رو داشتیم. پس بر اساس حرکت های ماینر ما دیدیم که در واقع جهش قیمت به سمت بالا حرکت کرد و الان چنج کارکتر به بازار اعمال شد. اگر که قرار بود از تایم فریم 5 دقیقه مثلا تجارتی رو داشته باشیم، لطفا بریم تو تایم فریم 5 دقیقه. بله حتما. در اصل ما لگ اینجوسمنت نداشتیم اینجا. از تایم فریم 15 دقیقه لگ اینجوسمنت نداشتیم و نقدینگی خب این کف بود و الان در واقع داریم میبینیم یک دو ساختار از بالا به پایین تغییر کرده و این پتانسیل در چنج کارکتر امکان داره که تاثیرات قیمت رو در این زاویه باز هم به سمت پایین بذاره و در اصل ما ببینیم که تمامی نواحی دمندمون داره از قیمت گرفته میشه. حالا وقتی که ریستر میشیم روی قیمت، لطفا بریم توی دقیقه. بله چه پتانسیل هایی رو میبینیم؟ رنج اینیشیشن میتیگیشن ما اینجا شکل گرفته و این سویپ از قیمت گرفته شده. خب بنا به احتمالاتی که گفتم در اصل داریم یه جوری شتاب قیمت رو در پایین میبینیم و خب این رنج اینیشیشن میتیگیشن کنتینیویشنش کاملا شکل گرفته و احتمال اینکه از این پایین بخواد به سمت بالا بره خب خیلی ضعیفه. پس این رنج اینیشیشن میتیگیشن این کنتینیویشنش شکل گرفته و امکان داره که این پتانسیل باز هم بخواد در عقب نشینی قیمت حال هوا رو تغییر بده. برگردیم تو تایم فریم 15 دقیقه. بله خب ما فقط در اینجا تا اینجای کار ساب استراکچر داشتیم میدیدیم که به سمت بالا داره حرکت میکنه و خب انتظار این رو داشتیم که این نقدینگی از اینجا گرفته بشه و قیمت باز هم بخواد در جهت ساب استراکچرش حرکت کنه. ولی با توجه به در هم شکستن این یک دو قیمت و البته چنج کارکتر داریم میبینیم که دیگه برای کف چیزی باقی نذاشته و بله بیشترین پتانسیل ها فعلا به سمت پایینه. پس در اصل داریم میبینیم که این دمند کارایش رو از دست داده. در این دمند باز هم با توجه به این نقدینگی، لطفا اینجا رو یه مقدار واضح تر کنم میشه جان. با توجه به این کندل این ساید بار، این میتونه یه نقدینگی باشه برای این و یه رفلکس رو ما فقط داشته باشیم بنا به احتمالات. چرا؟ چون اولا ما نمیبینیم در بالا بازار کاری رو انجام داده باشه، لگ ها همه به سمت پایینه. دوما این حال و هوایی که در قیمت اینجوری ایجاد شده
در اصل فاصله زیادی رو داره از هم و این نواحی قدیمی هستند و این تأثیرات بنا به پتانسیل های بیشتر به احتمال زیاد یک رفلکس رو داره و بنا به احتمالات باز هم میبینیم که باز هم تمایلات به سمت پایین بیشتره و دمندی باقی نمونده. از جانب دیگه، از سمت دیگه، این دمند در اصل یک بار کاری رو انجام داده. پس چه وقت ما میریم توی یک تجارت لانگ؟ زمانی که این ساین رو ببینیم. البته این ساین بله ساختار بله. فرکتال دیگه، درسته؟ بله دقیقا. آره. زمانی که حداقل تغییر ساختارهای فرکتال رو ببینیم، بنا به احتمالات این رو میدونیم که یک تغییر ساختار فرکتال یک بیس رو از سنترومتر کوچکتر داره برای ما به نمایش میذاره و خب الان این نتیجه گیری میکنیم که اوکی، این دمند داره کار میکنه و خب این سطح از نقدینگی برای این سوپلای ارزشمند میشه و تقریبا میشه گفت یه همچین حرکتی که، یعنی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که فعلا در حال حاضر پتانسیل ها به سمت پایینه. درسته که پس و پیش زدن قیمت رو یه جورایی داریم، ولی درسته که بیسمون آره به سمت بالاه، ولی من دیگه دمندی نمیبینم. نقدینگی که بالا پایین از قیمت مرتب گرفته میشه و البته از فرم 4 ساعته هم میشه این رو واضح کرد، ولی به طور کل فوق العاده بود، عالی بود، خیلی پیشرفت کردیم. ممنون استاد، متشکرم از راهنمایی و البته در کنار ما هستید هر روز خواهش. پیشرفت میکنیم. متشکرم. جناب حسینی رو داریم اینجا. سلام عرض میکنم. سلام آقای افتخار جان، و حالت ماست که در چطوره؟ خدمتتون هستیم. سلام از سلام. خسته احوال نباشید خوشحال هم میگیم میگم. ازتون. متشکرم. سلام. لازدک. مرسی که آمدید و به جمع ما پیوستید. خواهش میکنم. متشکرم. همه چی خوبه؟ استفاده میکنیم. خواهش بله میکنم. بله بله. شما پشت صحنه کلی به حال به ما لطف میکنی امید جان. نه خواهش میکنم. خواهش میکنم. ما واقعا باید در راستای توی جهتی به حال این رو برای شما یه جورایی بازخوردی بدیم. متشکرم. متشکرم. اوکی جناب توسلی، حالتون جانم، چطور؟ من در خدمتتون هستم، دارم استفاده میکنم. آقا ما یه ذره عجیب غریب حرف میزنیم، زمینی ما. من میدونی یاد چی افتادم؟ گفتم مثلا جان یه دانش آموز کلاس اول بشینه سر یه کلاس 12، عزیز. بعد اینا موقعی که دارن مثلا درس میخونن و درس میدن و با هم دیگه مشاوره میکنن، این کسی که تو کلاس اول نشسته فقط میتونه نگاه کنه، چون الان من تقریبا بیشتر اصطلاحات شما رو اصلا متوجه نمیشم. شما فروتنی میفرمایید. خواهش میکنم. اینه که این اصطلاحات رو اگر من متوجه بشم که مثلا این کلمات و اصطلاحاتی که شما به کار میبرید معنیش چیه، نه. شاید تازه اون موقع آیا بفهمم که داره چی میگی تا یا این که نفهمم تازه دارید چی میگی. فعلا کلماتشو که متوجه نمیشم، چه رسد به درسته. مفهوم فرمایشاتون. ولی خب چیزی که مسلمه مشخصه که به صورت علمی شما مسائل رو دارین تحلیل میکنین و من حالا با اون بضاعت کمی که دارم متوجه میشم که شما به صورت علمی مسئله رو دارین تحلیل میکنین و این تحلیل در نهایت باید به اینجا بیانجامه که ما بتونیم آینده بازار رو تشخیص بدیم که اگر خواستیم حرکتی بکنیم، مثلا معامله انجام بدیم، اون معامله به چه صورتی باشه. اینو تا این حد من متوجه شدم. شما فروتنی میفرمایید، فروتنی میفرمایید و خب به هر حال من حالا این رو بگم به بچه ها، ایشون که ما داریم باشون صحبت میکنیم پروفیتبل تریدر هستند و خب تو بازار سود میکنن. منتها مسئله ای که هست جناب توسلی، جان. موضوع اینه که سیستم تجاری که به هر حال هست هم بالاخره شما باش کار میکنید، مسلما چارچوب های خودش رو داره و وقتی که اصلاح میشه شما در واقع خودتون رو در قیمت پیدا میکنید. به خاطر اینکه ما به صورت مولتی تایم فریم این حرکت رو انجام میدیم، شاید یه مقدار، نه خیلی، یه مقدار مغایرت داشته باشه با سیستم تجاری شما. پس در اصل به خاطر همین به شما گفتم که اگر که سیستم تجاری رو دارید
بچسبید بهش، ارتقاش بدید، چون خب اگر یه چیزی کار میکنه باید کار کنه دیگه آقا، درسته؟ باید بله، یه چارچوب آره همون چارچوب داره کار میکنه دیگه. بشریت همینجوری پیش رفت. مثلا وقتی که ماشین رو بشر اختراع کرد، در اصل همون اول هم این ماشین راه میرفت، ولی خب هی ارتقاش داد تو رو همون چهار تا چرخ، موتورش رو درست کرد، دینامیکش رو درست کرد، چه میدونم الکترونیکش رو درست کرد، چنین کرد چنان کرد و خب رو همون چهار تا چرخ هم هنوز داره راه میره. این پایه‌ای که شما دارید باهاش کار میکنید همونه، همون اصله، همون قاعده است. فکر میکنم به صراحت این رو خدمتتون عرض کردم. من هیچ تعصبی روی این سیستم تجاری ندارم. همینجور که شما با ذکاوتتون در واقع متوجه شدید که به قولن بطن کلام من از کجا شروع میشه. من وقتی که عرض کردم 1000 تا راه برای کسب 1,000,000 دلار توی این بازار وجود داره و شما با ذکاوتتون متوجه بطن کلام شدید، در واقع داشتم به همین اشاره میکردم. یه مثال کوچیک بزنم، یه مقدار جایگاهمون رو مشخص کنیم که اصلا کجا هستیم و به چه صورت، چه زوایایی داریم باز میکنیم. ببینید، ارتباط بشریت با آدم ها، یعنی فرد با فرد، یه علمه، یه چارچوبه. هر شخصیتی در درون وجودش سه تا قالب رو داره. حتما این رو میدونید. یکی شخصیت والد رو داره، یکی شخصیت بالغ، یکی شخصیت کودک. پس در واقع ما وقتی که جلوی همدیگه قرار میگیریم، این سه شخصیت دارن با همدیگه تبادل نظر میکنن: شخصیت های والد، شخصیت های بالغ و شخصیت های کودک. منتها راه های ارتباطی که حالا این سه تا شخصیت با همدیگه دارن در افراد با همدیگه متفاوته. کمپانی‌ها، شرکت‌ها به هر حال، نمیخوام بگم شارلاتان ولی دیگه گفتم شارلاتان‌های سوشال میدیا دقیقا همین کارو میکنن. چیکار میکنن؟ بنا به اینکه این اصل رو حالا بر اساس تجربه یا بر اساس علم میدونن، ارتباط میگیرن با ما. مثلا فرض کنید شخصی توی سوشال میدیا از شخصیت والدش به راحتی میتونه با شخصیت والد ما ارتباط برقرار کنه، امر و نهی کنه، بشین و پاشو بگه این کارو بکنید اون کارو نکنید. ولی این کانکشن با شخصیت بالغ کانکت نمیشه. یه فرد بالغ میاد و این در واقع قالب ذهنی رو، این دیکته کردن رو تصفیه میکنه، فیلتر میکنه. پس بنابراین این شخصیت با کاراکتر بالغ ما نمیتونه خودش رو سازگار کنه، ولی شخصیت والد میتونه به شخصیت کودک نفوذ کنه. در واقع اون امر و نهی کردنه میشینه تو شخصیت کودک، چون کودک همیشه در اصل نیاز داره که یه والد داشته باشه. ولی شخصیت بالغ چجوریه؟ شخصیت بالغ تقریباً 95% اوقات روی هر سه شخصیت میتونه تأثیر بذاره و بیشترین تأثیرش، مؤثرترین تأثیرش روی شخصیت بالغه. یعنی بالغ به بالغ، وقتی که دو نفر حالا از لحاظ ذهنی و البته بستر تفکر با همدیگه یکی هستن، ارتباط بسیار بسیار مؤثر و عمیقی رو در یک رابطه برقرار میکنن. و اما شخصیت کودک، متاسفانه یا خوشبختانه، شخصیت کودک به هر ستای اینها نفوذ داره. متوجهی؟ یعنی شخصیت کودک میتونه خودش رو لوس کنه برای شخصیت والد. آره، میتونه تو قالب شخصیت در اصل بالغ نفوذ کنه و البته مسلماً چون یک ارتباط مستقیم رو با شخصیت خودش هم داره، پس یک کانکشن خوب هم میتونه با شخصیت کودک داشته باشه. حالا بحث اصلی که من میخوام اینجا باز کنم، بر اساس اینکه به هر حال شما مهمان ما هستید و خب خیلی از جوانب به کار داره برای شما واضح میشه، در اصل اینه که با توجه به این دیاگرامی که کشیدم، حالا همچین نقاشی من خوب نیست، میخوام این رو درک کنید که ما ارتباطمون رو چه اصلی داره برقرار میشه، رو چه چارچوبی داره برقرار میشه.
آیا من دارم از شخصیت والد با شما صحبت میکنم؟ از شخصیت بالغ یا از شخصیت کودک؟ چیزی رو از شما درخواست میکنم یا انتظار دارم که یه دوتا بدم، یه چهارتا دریافت کنم؟ آیا از لحاظ احساسی در اصل شخصیت کودک شخصیت احساسیه دیگه، از لحاظ احساسی میخوام نفوذی داشته باشم روی روح و روان شما؟ کاری که ما با بچه ها دقیقا اینجا انجام میدیم دقیقا تو همین چارچوبه. همیشه تو همه شرایط من به دانشجوام میگم که کار سخته، کار جدیه، کار جوانب بسیار بسیار عمیقی داره، چون شما دارید با یک در واقع سیستم مالی و پولی جهانی کار میکنید. یه قالب فکری اصلی که هست دقیقا اینه، وقتی یه آدم با یه ماشین کار میکنه میدونه که اوکی اون دکمه خاموش میکنه یا روشن میکنه، صفر و یکه. ولی وقتی که یه انسان جلوش قرار میگیره و گفتم شخصیت های کاملا متفاوت و متنوعی رو جلوش میبینه، روحیات متفاوت، از لحاظ مذهب، از لحاظ تجربه، از لحاظ چه میدونم روابط اجتماعی، از لحاظ علم، و خب این کار رو سخت میکنه. و از اون طرف با توجه به اینکه ما میدونیم میبینیم که اینا آدمن دارن این بازار رو بالا و پایین میکنن، خب دیگه یه آدم جلومون نیست، یه بانک جلومون نیست، یه مؤسسه جلومون نیست. به خاطر همین کار سخت میشه. در اصل من همیشه این قالب رو از جانب ارتباطات بالغ با دانشجویان برقرار میکنم که واقعیت های این شغل جلوشون قرار بگیره. واقعیت هایی شاید در بعضی از مواقع بسیار تلخ ولی بسیار آموزنده، چون زندگی در واقع سخته. چارچوب های اصل و اساس زندگی تو تمام کتاب های مذهبی دقیقا این رو گفتن که life is suffering، زجرآوره، دردآوره. و وقتی که این تجربیات رو ما به قولن میزنیم به بدنمون، به استقبالشون میریم با علم این که در اصل داریم میریم اونا رو آنالیز کنیم، دقیقا میشیم مثل فردی که داره روی عضلاتش توی باشگاه کار میکنه. ایشون میدونه که مثلا اگر که جلو بازو کار کنه یا چه میدونم بره یه عضله دیگر رو کار کنه، بعد از اون تمرین عضلش درد میگیره، اسید لاکتیک ترشح میشه، عضله میخواد رشد کنه، اون قشر عضله در واقع از هم باز میشه و باعث میشه که این عضله رشد کنه. چارچوب اصلی و اصل و اساس فکری ما توی این آکادمی دقیقاً به همین صورت. من شنوا هستم. بله، من از فرمایشاتون کاملا استفاده کردم. حالا ما چون خیلی زمان کمیه که با هم دیگه آشنا شدیم، البته تو این زمان کم من خیلی شناخت رو شما پیدا کردم. اولا که خوشحالم که تو جمع شما هستم. دوستانی که الان صدای منم دارن میشنون، از همینجا به همهشون سلام عرض میکنم و خوشحالم. هرچند که فکر میکنم همه شماها جوونید، مثلا بالاخره یه فردی با سن و سال من خیلی تناسب با اون به اصطلاح حالت جوانی شما نداشته باشه. ولی خب فرمایشات شما کاملا درسته. از این بابت میگم، بدون اطلاع نمیگم درسته، به خاطر اینکه من خب حدود 40 سال تدریس کردم در زمینه‌های مختلف. یعنی چه این فرمایشات که شما کردید توی روانشناسی، خب من خیلی سال روانشناسی درس میدادم و عرضم به حضور شما در ریاضی، در کامپیوتر، در علوم انسانی، در زبان، در فلان. حالا یه آدمی بودیم که تقریبا توی کار علمی بودم و الانشم هنوزم در حال مثلا یادگیری و تحقیق و تفحص و اینام هستم. بنابراین فرمایشات شما رو وقتی که میشنوم، تا حد زیادی وقتی با فکر خودم آنالیز میکنم، میبینم که واقعا نسبت به موقعیتی که دارین، نمیخوام بگم بی نظیره ولی کم نظیره. یعنی ما خیلی امروزه مخصوصا تو جامعه ایران خیلی کم داریم افرادی که این بینش رو این جور بینش رو داشته باشن و اینطور بتونن مطالب و حالا چه مسئله اقتصادی باشه، چه مسائل اجتماعی باشه یا هر چی دیگه باشه، بتونن تجزیه تحلیل کنن و به این
قشنگی هم بتونن بیان بکنن. من اینجا سعی میکنم از شما استفاده بکنم و به هیچ وجه سعی نمیکنم که احیانا اگر یک تجربه یا یک اندوخته‌ای دارم بخوام اینجا در میون بگذارم، چون به هر حال میگه در مجلس خود راه مده همچنانی، افسرده دل افسرده کند انجمنی. وقتی یه نه پیر فرمایید آقا، اجازه بدید من توی صحبتتون رو قطع کنم، اجازه بدید. اجازه بدید، ما کار داریم با هم دیگه. وقتی من بیام در جمع شما جوونا غیر از افسردگی شاید چیزی براتون نیارم، ولی در نه، این حال من خودم شما خوشحال شکست نفسی میکنید قربان، شما شکست نفسی میکنید و این کاملا واضحه. این فکر میکنم که تک تک بچه ها دقیقا این رو میدونن و حالا بنا به احترام به حال بپذیرید از من که همینجوری پریدم تو حرف شما، بنا به احترام چیزی نمیگن. تعصبی که من دارم روی عدد سنی دقیقا اینه که آدمی پیره که نتونه تغییر کنه. اون کسی که نتونه تغییر کنه، اون کسی که نتونه معیارهای ذهنیش رو بنا به روز، بنا به موقعیت هایی که داره تغییر بده، به نظر من اون پیره. چون وقتی که هر بار آدم تابو بشکنه، هر بار نو میشه، هر بار شکفته میشه، هر بار به جهتی در مسیری برای هدفی سعی میکنه، هر چند کوچیک، هر چند کوچیک. جسارت من رو بپذیرید که به هر حال سخن خواهش میکنم. قطع عرض کردم. کردم من کاملا فرمایش شما رو تصدیق میکنم. حالا اینی که من عرض کردم بله کاملا حرف شما درسته. شاید ما افرادی داشته باشیم که مثلا سنشون حدود 20 سال و 25 سال 30 سال باشه، ولی اینا از نظر روحیه خیلی پیرتر از افراد مسن باشن. چرا؟ چون جرأت یا آمادگی هیچگونه تغییری در خودشون ندارن و نمیبینن. بله اونا افرادی هستن که دیگه مسکوت شدن و ای بسا تا آخر عمرشون مسکوت باقی بمونن. و برخلافش هم داریم افرادی که سن خیلی زیادی دارن و هر روز باز طالب پیشرفت و طالب تغییر و دیگه به قولی امروزی ها طالب آپگرید شدن. توجه درست. کردین؟ این کاملا فرمای شما درست هم هست، هیچ به قولی معروف چیزی توش نیست، اشکالی توش نیست. اما در کل من این که دارم میگم، من از نظر سنی خب یه چیز واضحیه، ما هم دوران شما رو گذروندیم، ما هم دوران جوونیمون رو گذروندیم. حالا مثلا فرض بکنیم یه وقتایی ما اون 50 سال پیش که وقتی که دور هم جمع میشدیم و چند تا جوون بودیم و میگفتیم و میخندیدیم و حالا مثلا من یکی از بستگانم یا پدرم یا مثلا یکی از بستگان بزرگتر، مثلا عموی، دایی، کسی که میومد تو جمع ما شاید اونم خیلی دوست داشت تو جمع ما باشه، ولی خب ما وقتی میدیدیم یه ریش سفیدی اومده یه ذره خودمونو چیز میکردیم، حالا بعضی حرفا رو نزنیم چیکار، یه ذره رعایت میکردیم. من از این بابت دارم میگم درسته. که تعذراتی رو ایجاد میکنه، ولی از بابت فکری و از بابت کار و از بابت‌های دیگه خب بله فرمای شما کاملا درسته و من کاملا تصدیق میکنم. حالا جناب آقای راد که خودتون هم گفتین من زیاد مایل نیستم بهم بگن استاد، ولی ما میگیم استاد، نه، شما خواهش می‌کنم. مایل باشین یا نباشین ما جسارتا میگیم استاد. به حضورتون عرض شود که در مورد این بازاری که بازار جهانیه و عرضم به حضورتون که اهمیتی هم که شما بهش اذعان کردی رو اشاره کردین که شکی هم درش نیست و همه ما این اهمیت رو درک میکنیم و میفهمیم و باید بفهمیم. مثلا لازمه یه کسی که بخواد تریدر باشه اهمیت این قضیه رو باید بدونه، وگرنه زندگی خیلی سختگیره و خیلی بیرحمه، میزنه چنان لط و پار میکنه اون تریدر رو که همه چیشو از دست بده و بعد بمونه با قصه هایی که مثلا توش بخواد دست و پا بزن. من یک احساسی دارم نسبت به اینو عرض میکنم، اگر چنانچه شما لطف بکنید بگید حالا مثلا تا چه حدی این احساسی که من دارم، این حرفی که میزنم، این نتیجه‌ای که خودم مثلا گرفتم در طی این تقریبا 2-3 سالی که دارم کار میکنم، تا چه حدی درسته یا چه حدی درست نیست ممنون میشم. اونم اینه که ما میگیم این کندل ها
و این چارتی که ما داریم میبینیم جلو چشممون هست، این در واقع یه نمادیه و یک نشانه از یه حقیقت. حالا این حقیقت خودش بعد داره. مثلا این کندلی که ما میبینیم یه حقیقت پشت سرش اینه که خب این یه قیمتیه که داره بالا پایین میشه. خب ما اون قیمت رو نمیبینیم ولی این علامت رو داریم میبینیم، مثل که اون قیمتی هم که داره بالا پایین میشه در ذهن ما میتونه تجسم پیدا بکنه. یه بعد قبل از اون بازم این میشه که ارتباط این کندل ها با هم دیگه نشان دهنده افکار کسانیه که اون قیمت رو تغییر میدن. حالا این افراد یا افراد فردی و شخصی باشن یا گروهی باشن یا مؤسسات بزرگ اعتباری باشن یا بانک ها و نمیدونم اون دولت ها و کسانی که خلاصه دستن در کار اینجور به اصطلاح کار هستن، اینجور اقتصادی هستن، کار اقتصادی هستن. اما به هر حال ما وقتی که مثلا میایم یه تحلیلی میکنیم میگیم الان قیمت الان رسیده به یک سقفی که توی این سقف مثلا یک مقاومتی حتما صورت خواهد گرفت و این مقاومت باعث میشه که یه مقدار ما ببینیم قیمت یه برگشتی داره، یه اصلاحی داره. درست؟ بعد این تحلیلی که من دارم میکنم یا جناب عالی دارید میکنید، این تحلیل رو ممکنه میلیون ها نفر دارن میکنن. بله. بنابراین من به عنوان یه تریدر وقتی میبینم قیمت رسید به اون مقاومت، انگیزه ای در من ایجاد میشه که حالا دیگه نخرم، بفروشم. بعد این فکر رو ممکنه مثلا بسیاری از مؤسسات هم بکنن یا بسیاری از تریدرهایی که منفردن دارن کار میکنن، میلیون ها آدم این تحته و اینها وقتی میخرن قیمت میاد پایین. به عبارت دیگه پشت این چارتی که ما داریم میبینیم یک سری تحلیل از مغزهایی که نشستن و دارن این قیمت ها رو میبینن و تقریبا تا یه حدی شبیه ما این تحلیل رو انجام میدن و این تحلیل ها باعث میشه که اینا یه حرکاتی انجام میدن که اون حرکات خودش تاثیر میذاره رو قیمت. و بعد اگر ما این تشخیصمون یه تشخیص درستی باشه و افکار و تصمیمات این تریدرهایی که توی این بازار در حال حاضر دارن کار میکنن رو درست تشخیص داده باشیم، بنابراین آینده بازار هم طبیعتا درست تشخیص دادیم و ما میتونیم سود بگیریم. اگر اشتباه تشخیص داده باشیم اونجاست که ما معاملاتمون با ضرر به اصطلاح مواجه میشه و به قولی معروف استاپمون میخوره و یه مقدار باید ضررش رو بدیم. حالا این چیزی که الان من در ذهنم بود و بیان کردم، اگر شما تا حدی مثلا اینو محک بزنیم ببینید که آیا همچین چیزی اصلا درسته من اینطوری دارم فکر میکنم یا نه، با واقعیت و با حقیقت خیلی فاصله داره. من متوجه سوالتون شدم. چون ما این جلسه رو میخوایم عمومی کنیم، اگر که لطف بفرمایید کوتاه سوالتون رو به قولن جمع بندی کنید خیلی ممنون میشم. میشه جان لطفا تایم فریم 1 دقیقه رو دیتا بده. ببینید من میگم وقتی من به عنوان یه تریدر وقتی چارت رو نگاه میکنم احساس میکنم که میلیون ها تریدر الان همین چارت رو دارن نگاه میکنن و اون احساسی که به من دست میده که الان با توجه به اون چیزایی که میدونم الان قیمت ممکنه چه حرکتی بکنه، تعداد بسیار زیادی از تریدرها هم همون احساس بهشون دست میده. درست؟ حالا بر اساس اون احساسی که در ممکنه تعداد خیلی زیادی از تریدرها ایجاد بشه، این آینده بازار و آینده اون قیمت رو برای ما روشن میکنه. آیا این حرف درسته یا اشتباهه؟ تا حدودی درسته. بله. این مطلبی که میفرمایید تا حدودی درسته. منتها 3-4 تا فاکتور داره که این فاکتورها در واقع مغایرت‌های مختلف رو بنا میکنه که چی؟ که هوشمندانه ترین افرادی که در این بازار کار میکنن پول بهتری رو کسب کنن. مثلا حالا من درخواست کردم که بیایم تو تایم فریم 1 دقیقه بنا به دلیلی.
مثلا ما اینجا یک سطح مقاومت یا حمایت یا هر اسمی که شما روش میذارید رو داریم میبینیم و در اصل ریجکت شدن قیمت رو داریم میبینیم، درسته؟ بله. خب اینو خیلی ها میبیننش. پشت این سطح کمپانی ها، یعنی Bank Financial Institutions، چیزی رو میبینن که ما نمیبینیم. ما چی میبینیم؟ دیتا میبینیم. ما پرینت کندل ها رو میبینیم، حرکت قیمت در زمان رو میبینیم، یه نمودار ایکس و وای دیگه، درسته؟ بله کامل. پس ما این رو مطالعه میکنیم. ایشون اوردر بوک میبینن. چی میبینن؟ مقداری سفارش میبینن که اوردرهای استاپه و مقداری هم سفارش میبینن که اوردرهای بایه، نقدینگی میبینن. تمام این اوردرها اینجا کنسل میشه و قیمت برمیگرده. ما چی میبینیم؟ خب خیلی مباحثش میره تکنیکی میشه. ما فیر ریاکشن میبینیم. ما این رو میبینیم که این دیمند باید کار کنه. این رو میبینیم که اینجا لگ اینجاستمنت وجود نداره. این رو میبینیم که این سپلای رفلکس خودش رو داشته، عکس العمل خودش رو داشته و تمام این دیتا جز تکه تکه میشه از هم و در نهایت به این میرسیم که اوکی، اگر این حرکت رو بازار انجام داد چیکار کنیم؟ به قول عامیانه چه گلی بگیریم سرمون. مسئله اصلی اینه که یه پروفشنال تریدر همیشه یک پلنی داره توی ذهنش، بر اساس اینکه حرکت قیمت در زمان با رندوم دیستریبیوشن داره حرکت میکنه، با توزیع تصادفی داره حرکت میکنه. ما دقیقا این رو میگیم که اگر بازار این کار کرد ما اون کار میکنیم، اگر اون کار کرد ما این کار میکنیم. در واقع در اصل تنها چی میگن پایگاهی که برای خودمون قرار میدیم در قیمت دقیقا اینه که چی؟ 0 و 1 میشیم مثل بازار بدون احساس. امیدوارم جوابم منطقی باشه. من تقریبا متوجه شدم شما چی فرمودید، اما این قسمت آخرش رو زیاد متوجه نشد. در مورد اون مؤسسات و اون چیزایی که اونا میبینن و ما نمیبینیم، اونا رو کاملا واضح بود و با متوجه شدم. اما این قسمت آخرش رو که ما از حرکت بازار احساس میکنیم که کسانی که دارن معامله میکنن و تریدرن و با این چارت نشستن اینا چه تصمیمی میگیرن، بعد ما هم بر اساس در حقیقت اون موج سواری که بر اساس اکثریت کسانی که دارن به اصطلاح تصمیم میگیرن، ما اون تصمیممون یه نوع موج سواریه. این قسمت آخرش رو متوجه نشدم. بذارید اینجوری بگم، ما میدونیم که اکثریت غالب این بازار رو تکون میدن، درسته؟ بله. اوکی. حالا این اکثریت غالب امکان داره که نوسانات قیمت رو تغییر بدن. بله بله. پس وقتی که یه همچین نوسانی توی بازار اتفاق میفته، ما مثلا یک قیمت رو داریم میبینیم که به سمت بالا داره حرکت میکنه، پس بیشترین پتانسیل ها بنا به احتمالات این رو داره در نظر میگیره، درسته؟ بله. اوکی. ما هم مثل بقیه در اینجا نمیدونم الگوی دبل باتم میبینیم، نمیدونم دمن میبینیم، نمیدونم الگوی ورودی چنین و چنان میبینیم. پس امید این رو داریم که اینجا در قیمت گرفته بشه، پس اینجا میخوایم سوار شیم و بریم بالا. اگر که این تغییر نوسان شکل بگیره و قیمت کمی تمایل پیدا کنه به سمت بالا و بعد متمایل بشه به سمت پایین، چطور؟ درسته؟ بله بله کاملا. اولین رکن، اولین اصل، اولین قاعده برای یک پروفشنال تریدر دقیقاً اینه که اولا درک کنه که قیمت دو وجهیه، دو بعدیه. دوما این رو ببینه، بتونه بفهمتش که قیمت دو وجهیه. پس وقتی که این اتفاق توی بازار میفته چی میگیم؟ میگیم اوکی، حالا که قیمت دو وجهیه ما هم دو وجهی میشیم. حالا که اون 0 و 1 ما فقط 0 و 1 میبینیم، فقط یا بالا میبینیم یا پایین میبینیم. حالا بله که اون بله. 0 و 1 منم 0 و 1 میشم. چجوری؟ دقیقاً میگم اگر بازار این کارو کرد من اون کارو میکنم، اگر اون کارو کرد من این کارو میکنم. درسته. یعنی برای هر قدمی که بازار داره برمیداره ما پلن داریم. اینجوریه که میتونیم فرم بگیریم، حالت بگیریم. اینجوریه که به قول بروسلی
میتونیم مثل آب باشیم. درسته، شکل. پس ما خب میدونیم که وقتی تجارت همون رو پیش میبریم، با توجه به اینکه 100 تا 200 تا 500 تا تجارت داریم، در طولانی مدت رشد میکنیم. دقیقا مثل یک کازینو. همه مردم میدونن که کازینو کار اصلیش قماره و البته همه مردم هم میدونن که کازینو پول در میاره. پس چجوریه؟ اون کازینو یه چهارچوب داره، یه قاعده اصلی داره که میدونه بنا به طولانی مدت پول در میاره. با یه تجارت و دو تجارت نیست. احسن. ایشون یه چارچوب، یه قاعده، یه اصل، یه پیکره رو برای کارش سفت و سخت، شق و رق گذاشته و میدونه اگر این اتفاق بیفته باید اون حرکت رو انجام بده، اگر این اتفاق بیفته باید این حرکت رو انجام بده. قاعده بازیش اینه. بعد الان کاملا من متوجه شدم و احساس میکنم که من خب ذهن خودم هم همینه مطمئنا. وقتی که ما پیش بینی میکنیم که تریدرها در سراسر جهان با دیدن این چارت چه تصمیمی میگیرن و ما هم سعی میکنیم که همون تصمیم رو بگیریم، خب طبیعتا یک سریش درست در نمیاد، ولی چارچوبی که برای خودمون درست کردیم اون چارچوب سر جای خودش هست. هرچند که یکیش وقتی که یه دونه دوتاش درست در نیاد ولی 5 تا 6 تاش درست در بیاد، مثل اینه که ما در دراز مدت خب به اصطلاح روشمون یا اون چیزی که انتخاب کرده بودیم سودده بوده. من این فرمایش شما رو هم کاملا متوجه شدم، هم احساس میکنم ذهن خودم هم همین رو داره میگه. بله، من گفتم شما یه پروفیتبل تریدر هستید، ولی خب فروتنی کردید. آقا ببینید حرف من ثابت شد. من جناب امیر آقا، من پیش شما دارم درسم رو پس میدم، نه فقط خواهش میکنم. ببینم درست یاد گرفتم یا نه، اشکالاتم رو شما بگیرید. شما خیلی بزرگوارید. چارچوب خیلی ساده است، خیلی ساده است، منتها عمیقه. من همیشه بچه ها میگم این قاعده ایه که باید ببینید، فکت هاش رو ببینید، اصل هاش رو ببینید. وقتی که شما یه چارچوب اصلی داشته باشید برای تغییر نوسان‌های قیمت، برای چرخش حرکت قیمت در زمان، دوباره اشاره میکنم، و این رو بتونید ببینید، یعنی با یه فکت خیلی ساده که بارها و بارها میشل جان توی همین آنالیزی که دادن فرمودن، هر بار قیمت تغییر میکنه نوساناتش برمیگرده، هر بار قیمت تغییر میکنه نوساناتش برمیگرده. با یه فکت خیلی ساده، یعنی وقتی که این اتفاق تو بازار میفته من به انتظار این هستم. احسن. و خب حالا میام این رو مطالعه میکنم، این چه کار کرده، چه چرخشی داشته، این رو مطالعه میکنم، این رو مطالعه میکنم، این رو مطالعه میکنم. و وقتی که یه فکت، یه اصل، یه قاعده ای رو میبینم که هر بار داره تو قیمت تکرار میشه، ببخشید راحت بگم خدا رو بنده نیستم، درست. چون واقعیت رو دارم میبینم. بله چون کاملا. دست به دست شدن بازار در واقع پشتش روحیات، طرز تفکر، چه میدونم، خیلی ساین داره. دارم میبینم که آدما چجوری دارن تو سر کله هم میزنن، بانک ها چجوری دارن کار میکنن. یه چارچوبی رو میبینم که به واقعیت نزدیکه، هر بار منتظر این هستم. پس وقتی که فکت میبینم، برام اصلا مهم نیست که چه میدونم چه اتفاق میفته، گرایشات اصلی بازار رو میبینم، نوسانات اوردر فلو رو میبینم. همین بازی به قولن قل میخوره میاد از تایم فریم بالاتر تو تایم فریم کوچکتر و بیشترین پتانسیل ها تعقیب نوسانات قیمت رو برای من در واقع آفرینش میکنه، جلوگر میکنه. موضوعی نیست که عرض کردم چه سیستمی رو دارید تجارت میکنید، موضوع اینه که این سیستم رو چجوری دارید میبینیدش. خیلی ها اینجا سل میزنن، خیلی ها در همین لحظه اینجا سل میزنن. درسته. قاعده ای که هست بر اساس چرخش های قیمته. یعنی وقتی که شما به صورت علمی، آقا ما دو تا دانشمندیم، دو تا شیمیدانیم، نشستیم جلو هم،
من به شما میگم آقا این اسید سولفوریک رو بردارید بیار اینجا، این داستان رو راستان کنیم. شما میدونی که فرمول اسید سولفوریک H2SO4، نمیری H2SO3 برداری. ببخشید که من خیلی عامیانه صحبت میکنم. دقیقاً right in the point اشاره میکنی به این موضوع. زبونه برقراره، فهم و درک برقراره. حالا دیگه کاری نداری من اون طرف چه میدونم چقدر علمم، چقدر قواعد فکریم، چقدر مثلا آقا تو خانواده موفقم. چی داری میبینی؟ این رو داری میبینی که من یه فکت رو به شما میگم و این فکت هر بار شما در چرخش های قیمت واضح داری میبینیش، نه فقط از یک تایم فریم، از تمام تایم فریم ها. احسن. این میشه علم شما، این میشه باور شما، این میشه باوری که شما میتونی بر اساس رندوم دیستریبیوشن آینده بسازی. به همین سادگی. احسن. اینم خیلی تارگت تجاری ما. ممنون از توضیحات خیلی خوبتون و من خب واقعا استفاده کردم و استفاده هم خواهم کرد و اون اصلی که شما فرمودید، میگم من تو صحبت‌هایم که قبلا از شما شنیده بودم خب همه حرفاتون خوب بود، ولی مثلا یکیش خیلی بهتر بود، اون مثلا تو ذهنم بود، همون که تلفنی هم بهتون گفتم که شما فرمودید که به اصطلاح برای به دست آوردن $1,000,000 $1,000,000 راه وجود داره و این حرفیه که کمتر آدم از اساتید این فن میشنوه. حالا در فرمایشات الان شما هم باز یه نکته رو شما اشاره کردید که وقتی که انسان میاد به تجربه و علم و اون به اصطلاح دانایی که در خودش احساس میکنه، چیزایی که متوجه میشه، وقتی بارها و بارها دانسته های خودش رو تجربه میکنه و نتیجه میگیره، یه باوری براش درست میشه. حالا اون باور وقتی درست شد، تمام دنیا بیان بگن آقا این مقاومت، این حمایت هیچ اثری نداره، شما حرفش که دیگه قبول نمیکنی. میگه آقا من الان چند ساله دارم این کارو میکنم و این اثرش رو دیدم. درسته بعضی وقتا هم اشتباه در میاد، ولی تو 10 دفعه شاید یه دفعه 2 دفعهش اشتباه در بیاد. یا همین مسئله‌ای که شما الان فرمودید، مولتی تایم فریم وقتی آدم کار بکنه، یعنی وقتی که من الان میخوام یه تصمیمی بگیرم ببینم که حالا باید یه معامله رو باز کنم بفروشم یا بخرم، بعد میرم تو تایم فریم دیلی اول نگاه میکنم، 4 ساعته رو نگاه میکنم، نیم ساعته یا 15 دقیقه‌ای رو نگاه میکنم، همینطور تا 1 دقیقه‌ای هم ممکنه نگاه بکنم، چندین تایم فریم رو نگاه میکنم، بعد ببینم آیا چند تا از این تایم فریم ها به من مجوز اینو میدن که این تصمیمی که تو گرفتی درسته یا غلطه. هر چقدر تعداد این مجوزها بیشتر باشه، خب من به اون کاری که دارم میکنم اطمینانم بیشتر خواهد شد و وقتی هم که این کار رو انجام دادم، یعنی اومدم مثلا فروختم، حالا بفرضم که بازار برخلاف اون پیشبینی من حرکت بکنه و مثلا استاپ من بخوره، باز من از اون اعتماد به نفسی که دارم عقب نشینی نمی کنم، نمیام بگم قواعدی که من تا الان به دست آوردم یا از اون دانسته های خودم بهش اطمینان پیدا کردم این اشتباه بوده. نه، چرا؟ چون همونطور که عرض کردم یه وقت تو 10 تا معامله این چنینی یه دفعه 2 تا 3 تاش هم فرض بکنیم که ممکنه برخلاف اون چیزی، به هر حال پشت این بازار میلیون ها انسانن و ده ها و بلکه هزاران شرکت ها و مؤسسات و بانک های بزرگ و معتبری که اصلا ما یک در میلیارد اراده اونها و سرمایه اونها رو نداریم. خب طبیعتا یه چیز واضحیه که ما با تمام اون دانش خودمون هر چقدر که بیایم تحلیل بکنیم، ممکنه خب در یه چند تا معامله یه چند تا خلاف اون چیزی هم که تصور کردیم ببینیم، ولی در این حال فرمایشات شما برای من خیلی خوب و مفید و با ارزش بود و هست و انشالله بعدا هم خواهد بود. خواهشمند جناب توسلی، ما انسان‌های دو بعدی هستیم. خوب و بد داریم، زشت و زیبا داریم، بالا و پایین داریم، چپ و راست داریم، بهتره و کمتره و بیشتره و اینا رو داریم. در واقع ما موجوداتی هستیم
احساسی که میخوایم منطق رو حاکم کنیم. ما آدمای منطقی نیستیم، ما سرشار از احساسیم، پر. تا یکی یه حرفی بزنه این احساسه همچین قلوپی از یه گوشش میزنه بیرون که نگم واسه واقعیت. بله درست آقا؟ بله کاملا ولی درست. وقتی که این درگاه باز بشه که یک چارچوب منطقی آنالیز بشه میتونیم روش متر بذاریم. آقا شما کدوم طلا فروش رو دیدید که اصلا به قول معروف تا دهنش باز میشه که حرف میخواد بزنه ماشین حساب جلوش نباشه؟ احسن. شما نگاه میکنید توی سوشال مدیا هیچ مقیاسی برای رفت و برگشت قیمت وجود نداره. خب این دردآوره. آقا های و لو قیمت تو تایم فریم های مختلف با هم متفاوته. بله کاملا. همینجوری که این طلاه، چرا طلا رو مثال میزنم؟ چون شاید یکی از معدود شغل هایی باشه که توی ایران اینترنشناله، بین المللی. پس چون این طلاه حالا ساختش با اون یکی فرق میکنه، جنسش فرق میکنه، اینو دستگاه زده اونو دست طراحی کرده، احسن. پشت اون طراحی یه فکری بوده، نه اون کپی شده. هر دوتاش طلا انا، احسن. ولی مقیاساشون با هم دیگه فرق میکنه. آقا شما وقتی شما این نوعی رو عرض میکنم، وقتی میشینی روی چارت مقیاس حرکتی باید داشته باشی. یعنی آقا کف و سقف قیمت تو باید متر بذاری روش، چند پیپ رفته چند پیپ برگشته. اینا میشه استدلال های یک شغل بین الملل. احسن. اینا میشه یک تجارت، یک مبنا. خب ولی وقتی هیچ قاعده ای رو برای بازی افراد درکی ازش ندارن، مسلمه من میشم کلاهبردار. آقا من میشم آره فلان. به سادگی من آدم احساسی ورقم بر میگرده، صورتم تغییر میکنه، سیرتم میشه اون ذاتی که داستانه. باور بفرمایید جناب توسلی، این حرفا حرفای پا منبری نیست. این حرفا حرفاییه که من چرا اصلا پنهانم چرا اصلا نیستم، چرا تو خودمم، چرا با کسی ارتباط ندارم؟ چون ملت نمیتونن، نمیخوان، نمیفهمن، نمیتونن قبول کنن که یکی از خودشون بالاتره. حالا همچین ما حالا گفته بودم پخی هم نیستیم ولی حرف آقا واقعیت امر اینه. اشخاصی میان میگم آقا این واقعیت، میبینیش؟ آره میبینمش. خیلی خوب برو تو کارش، به به چه چه این وری اون وری فلان چنان. بعد از یه مدت این دو بعدی بودنه، این که از بالا میره از پایین میاد داستانه، نمیتونن هضمش کنن، احساسه میزنه بیرون، حالشون با خودشون بد میشه. جناب توسلی شما تو خیابون داری راه میری، یه دیوانه به شما فوش میده، وای میسی جوابش میدی؟ نه دیگه، یه چیز واضحه. حکایت اون لات سر کوچه بود که یه بچه اومد زدش، میگه خب اگه بزنمش میگن بچه زده، اگه نزنمش میگن نه بچه خورده. حرف من اینه ما موجودات احساسی هستیم، فقط میخوایم منطق رو حاکم کنیم. واقعیت هم اینه. هر بیزنسی، هر شغلی، آقا رانندگی بارها مثالش رو زدم، اگر نتونی منطق رو حاکم کنی، یه نازپری که میاد از بغلت رد میشه و حالا یه گازی میده و چنین و چنان، میری دنبالش میخوای حالش رو بگیری، میخوری تو در دیوار. در صورتی که اگه یه ذره فکر کنی، مثلا به این فکر کنی که آقا شاید مادرش تو بیمارستانه، شاید چه میدونم ببخشید شاش داره میخواد داره دستشویی، من نمیدونم. والا خیر خودتو برون آقا، از احساس فاصله بگیر. منطق میبینی؟ منطق چیه؟ میتونی حاکمش کنی؟ خب برونش دیگه. لنگ چی؟ میگیم آقا قدیمی همون میگن رهروان نیست که گهی تند و گهی خس
آهسته و پیوسته. ما تو این بازار دقیقا داریم همین میگیم. ما سواری فولکس قورباغه‌ایم که میریم میرسیم به هدف. و درکی داشته باشی از هدف. اصلا اگه سواری فرمول یک باشی میزنی تو در دیوار، چون احساست داره بهت حکم میکنه. نه عزیز من، منطقت باید بهت حکم کنه. جسارت نباشه من شما رو مخاطب قرار میدم و عرض کردم، چون به هر نه، حال کاملا این کاملا متوجهم. قرار میگیره. شما فرمایشتون جنرال، جنبه عمومی داره. خب آدم در بیان معمولا یک مخاطبی رو تو کلماتش به کار میبره. من اینو درک میکنم و خیلی حقیقتا دارم میگم، یعنی حالا میگم قلبا، یعنی اون چیزی که تو دلمه دارم میگم. از صحبتهای شما لذت میبرم و گویی اصلا شما به یک زبان دیگه ای همون چیزهایی که من تو ذهنم و معمولا با افرادی که باشون صحبت میکنم میگم، شما به یه زبان دیگه ای خیلی ساده تر و خیلی مثلا عامیانه تر و خیلی همچنین خودمونی تر داریم بیان میکنیم. شما خیلی خوب تنی خوشم میاد. میفهمید. متشکرم از لطفتون. نه، واقعا خوشم میاد. من اتفاقا یکی از بچه ها میگفتش که مثلا این تریدینا چطوریه، گفتم ببین شما در درجه اول باید استعدادش رو داشته باشی، پتانسیلش رو داشته باشی. یعنی اگر یه آدمی باشی که قدرت فکری نداشته باشی، نتونی تحلیل کنی چه کار کنی، نه اینا اصلا دنبالش نرو، چون اونی هم که داری باید بذاری تو این کارو. بعدش هم بعد یه مدتی با یه مقدار ضرر، هم ضرر پولی بکنی هم ضرر عمر تو، وقت تو که روانی، میذاری. بله بله. آره. روانی. ولی اگر یک مخ ریاضی خوب، یک تحلیلگر، یک تفکر منطقی و یک خلاصه در یک کلام یه پتانسیل بالایی تو این کار داشته باشی، تازه شما یک آدم متفکر و توی این کار عالم هستی. تازه اونجا اگر یک متفکر و عالم عجول باشی، بازم نتیجه همونه. یعنی بازم همه چی تو باید بذاری، باید متفکر عالمم باشی و صبورم باشی. یعنی اصلا تو این کار اصلا عجله بخوای بکنی، حتما همه چی تو خواهی گذاشت و خواهی رفت. متوجه؟ باید صبور باشی، ضمن اینه که اون خمیرمایه اوله، جوهره اولیه رو داشته باشی. متوجه؟ یعنی اینجور نباشه که مثلا اگر بهت گفتن که جذر 49 میشه 7، حالا 6 ساعت هم برای توضیح دادم بازم متوجه نشی که یعنی چی. یعنی اون استعداد و اون به اصطلاح آیکیو رو داشته باشی. بعد از اون یه اصولی قواعدی داره، اینا هم یاد بگیری. بعد از اینکه عالم بودی، متفکر بودی، پتانسیلش رو داشتی، بعد یه آدم عجولی نباشی، باید یه آدم صبوری باشی. و بعد از تمام اینها جنبه روانشناسی قضیه که در کار میاد، شما نباید تا به احساساتت بخوای حرکت کنی. یعنی اگه بخوای به خاطر ضرری که کردی از بازار بخوای انتقام بگیری، یا به خاطر سودی که کردی دندونت گرد بشه و بخوای مثلا تومه بیشتری و مقدار بیشتری و عرض شود طمع بکنی، فلان بکنی، بازم همون نتیجه رو خواهی گرفت که در مراحل گذشته که گفتم خواهی گرفت. بنابراین تمام اینا که جمع بشه، یعنی هم استعدادش رو داشته باشی، هم قواعدش رو یاد بگیری، هم صبور باشی و هم تابع احساساتت نباشی. یعنی تا یه حدی اصلا شما باید مثل یه ماشین عمل بکنی. همونطوری که ماشین اصلا احساسات نداره، شما هم باید مثل یه ماشین عمل بکنی. حالا اینی که بازم من دارم درسم و پیش شما پس میدم، اگر اشتباه داره، نقصی داره، هرچی باشه، خیلی خوشحال میشم شما اشتباه منو بگیرید. و آقا خواهش می‌کنم، گلی به گوشه جمالتون که اینجوری میگی. واقعا درست. واقعا درست. منتها قدر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. موضوع اصلی اینه، به چه قیمتی آقا؟ جناب توسلی، شما محبت کردید، لطف کردید، شماره من رو پیدا کردید، از این ور از اون ور رفتید فلان جا فلان حالا میتینگ رو به حال چنین چنان رفتید دربارش حرف زدید، تحقیق کردید، این ور اون ور شماره من رو پیدا کردید، به من زنگ زدید و به حال. ولی بقیه اینجوری نیستن. بقیه ارزشی برای حرف شما قائل نیستن.
حالا به طنز دارم میگم آقا ولشون کنید، بذارید حال کنند. به خدا اونا که حال کنند ما اینجا بیشتر حال میکنیم. تا اونا نباشن اصلا این بازار راه نمیره. آقا بذارید حال کنند. میگفتش که گل بود به سبزه هم آراسته شد. شما ماشاءالله همه فضایل داری، به اصطلاح یه شوخ طبعی هم داری، این دیگه به اصطلاح خیلی بهترش میکنه، یعنی شیرین ترش میکنه. نظر دست بزنه. من افتخار آخه میکنم حرفایی که شما رو. شما من این رو بگم، منتظر شما میمونم. حرفایی که شما دارید میگید حرفای بسیار بسیار با ارزشیه، بسیار بسیار با ارزشه. دقیقا مثل این میمونه که همون یه مش طلا رو بریز جلوی کلاغ. خب نگاش هم نمیکنه. حالا شاید برای کلاغ جذاب باشه، گنجیشک، کبوتر، نمیدونم. خب ولی اگه یه مش ارزن رو بریز جلو اون، خب اصلا انقدر میخوره تا بپکه. متوجه منظورم هستید؟ بله کاملا در متوجه در میشم. واقع من ارزش حرفای شما رو دارم خواهش میکنم درخشان کاملا. میکنم. جناب امیدوارم. اقبال، من یک نکته‌ای به ذهنم رسید، احساس میکنم برای اون آخرین قسمت فرمایش شما اینو عرض بکنم خالی از لطف نیستش. اونجایی که شما فرمودید مثلا اگر ما طلا رو بریزیم جلوی کلاغ، یا صحبت هایی که منطقی باشه، درست باشه، به صلاح افرادی باشه و اون افراد حاضر به شنیدنش نباشن یا دوست نداشته باشن بشنون و یا علاقه نشون ندن و اینا، در اون قسمت قضیه یه احساس میکنم یه جمله بگم بد نباشه و با اونم کمال اینه که شما ببینید ما دانش آموز داریم، دانشجو هم داریم، درست یا نه؟ کاملا درسته. خب معنی دانش آموز یعنی کسی که داره دانش رو میآموزه دیگه، داره یاد میگیره، ولی معلوم نیست که این طالبم باشه، دوست داشته باشه. ولی دانشجو مفهومش اینه که این در جستجوی دانشه، یعنی تو معنای دانشجو اون طالب بودن و دنبالش بودن هم هست، ولی در معنای دانش آموز اون طالب بودن و اون دنبالش بودن نیست. حالا بگذاریم از اینکه دانشجوهای امروز تو دانشگاه ها دیگه دانشجو نیستن، اینا هم یه نوع دانش آموزن و اونجور طالب نیستن. یعنی از زمانی که این بحث مدرک و فقط دنبال یه مدرک بودن و احیانا امتیازات اون مدرک رو گرفتن و فلان اینا پیش اومده، اون حالت جستجوگری دانش تا یه حد خیلی زیادی تعطیل شده، مگر من فکر میکنم در دوره های مثلا حتی فوق لیسانس هم نشد، در دوره با دکترا مثلا بالاتر یه همچین چیزایی وجود داشته باشه. ولی در کل من میخوام اینو عرض بکنم، من خودم سیستمم اینطوریه، تا کسی سوال نکنه ازم و نبینم که این طالبه، حرف نمیزنم براش به هیچ وجه. حتی اگه احساس بکنم بهترین راهنمایی رو میتونم تو زندگی بهش بکنم و میتونم مفیدترین آدم تو زندگیش باشم، ولی اگه سوال نکنه، نخواد و طالبش نباشه، به هیچ وجه اصلا لام تا کام حرف نمیزنم. ولی اگر کسی احساس کنم که میخواد، دنبالشه، میگرده، گم شده داره، اون موقع براش حرف میزنم. نتیجه این کارم هم این بوده که هیچ وقت سرخورده نمیشم از این که چیزی رو به کسی گفته باشم، راهنمایی کرده باشم، یا چیزی که تو تجربه تو زندگیم بوده یا بلد بودم خواستم در طبق اخلاص در اختیار فرد دیگه‌ای قرار بدم و بعد بگم که عجب اشتباهی کردم و کاش اصلا هیچی نمیگفتم. چرا من با این آدمی که حرف زدم احساسی که بعداً برام پیش اومد این بود که مثل اینکه با دیوار حرف زدم، مگه آدم عاقل با دیوارم حرف میزنه؟ حالا این که شما فرمودید، من احساس میکنم که مثلا این جنبه رو شما اگر لحاظ بکنین که فردی که میاد و شما تشخیص میدی این دنبال یه چیزیه، دنبال پیشرفته و داره جستجو میکنه و مثل یه گم شده ای رو که گم کرده و دنبالش میخواد پیداش بکنه، اون زمان طبیعتاً
پذیراست، حرفای شما رو گوش میکنه و میگیره و به کار میبنده و حالا درست اون فایدهش رو میبره، ولی شما هم احساس سرخوردگی نمی کنی که چرا من به یه آدمی با این همه مثلا نیت خوب و به اصطلاح صداقت و اینا اومدم کلی وقت گذاشتم کلی زحمت کشیدم و بهش بودم و بعد دیدم که ای داد بیداد، این مثل این که اصلا آدم این کار نبود که بخوام این حرفا رو من مثلا بهش بگم یا بخوام یادش بدم. در این جمله آخرتون احساس میکنم که اینو گفته باشم بله، ضرر نداره. این فرمایشات شما کاملا متین. این تفاوت شما با من. متاسفانه من اینجوری نیستم. متاسفانه این به حال فروتنی و صبری که شما دارید، این بالاخره حال و هوایی که دارید، متاسفانه من ندارم و باید یادش بگیرم. احساساتی که من تعقیب میکنم دقیقا احساساته. من تعقیب میکنم دقیقا اینه که چون یه دانشجو اومده توی آکادمی پس نیاز داره، پس تعقیبش میکنم. به قول قدیمی ها میرم زیر کتش. حالت چطوره؟ از لحاظ روانی میارمش بالا، از لحاظ تکنیکی تقویتش میکنم و با توجه به فرمایشات شما این معقوله در واقع شکسته میشه، این حرمت شکسته میشه. حالا بعضیا هستن به خاطر اینکه تربیت‌های خانوادگی بسیار 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 عالی رو دیدن این رو درک میکنن، ولی اغلب درکی از این موضوع ندارن و فرمایشات شما کاملا متین و بنده کلاه ادب برمی‌دارم بابت این توصیه‌ای که فرمودید. سلامت باشید. البته من اقتصاداً فقط تجربه‌مو عرض کردم، نخواستم که به اصطلاح من توصیه میشنوم جناب و این قابل احترامه، چرا که نه، قابل احترامه. خیلی خیلی ممنونم ازت. زنده باشه انشالله. به هر حال خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما آشنا شدم و از اینکه امروز باز بیشتر آشنا شدم و باز هرچند که من حقیقتشون این چیز نرم افزار زوم و اصلا تا حالا ندیده بودم، نه انجام داده بودم، نمیدونستم که چهره عزیزان رو بتونم ببینم و فقط به قول معروف دیگه همین صوتی، همین که صداشون رو شنیدم بعضی از دوستانو و خودم هم به طور صوتی هم خدمت همشون عرض سلامی داشتم و هم عذرخواهی از این که وقتشون رو گرفتم امروز و انشالله عمری باشه و بتونیم دوباره پیش شما باشیم و در خدمت شما. مفتخر کردید ما رو، و واقعا سلامت باشید. متشکرم. لذت بردیم و استفاده کردیم. سلامت خیلی باشید. مفید